با تشکر و سپاس از همکارم. خوش آمدید به اخبار ورزشی این ساعت. علیاصغر لعلی مدرس بین‌المللی فیفا بعد از برگزاری کورس‌های آموزشی گراتسرود در کشورهای افغانستان، بنگلادش، ترکمنستان، نامیبیا و ایران مربیان فوتبال کشور پاکستان را آموزش می‌دهد. این کورس از روز گذشته در شهر لاهول پاکستان برای 28 مربی این کشور آغاز شده است. علیاصغر لعلی مربی سابق تیم ملی فوتبال افغانستان و مدرس فعلی فیفا در تماسی با تلویزیون آریانا یادآور شد که فیفا در نظر دارد مربیان کشورهای مختلف را با آموزش فوتبال برای اطفال آموزش دهد. این کورس روز گذشته با حضور یار محمد لودی، سکرتر ژنرال فدراسیون فوتبال پاکستان و امیر سعید پرویز، دایرکتور تکنیک این فدراسیون افتتاح شد. برای فوتبال افغانستان جای افتخار است که یک مربی از این کشور این بخش تدریس در فدراسیون جهانی را به پیش میبرد. برای آقای لعلی آرزوی موفقیت‌های بیشتر را داریم. تیم ملی والیبال افغانستان در مرحله 1/4 نهایی مسابقات قهرمانی آسیا مغلوب ترکمنستان شد، اما جشن پیروزی نخستین ست خود را گرفت. تیم ملی افغانستان در ست سوم بازی روز گذشته خود در مرحله 1/4 نهایی و بعد از 5 شکست 3-0 در برابر حریفان پیروز شد و به اولین موفقیت در رشته ورزشی والیبال دست یافت. ملی پوشان کشورمان که در دیدارهای خود هواداران زیادی را نیز همراه دارند، در بازی امروز نیز در ست‌های اول، دوم و چهارم با امتیازهای 26-24، 25-20 و 25-15 در برابر ترکمنستان شکست خوردند و تنها نتیجه ست سوم را با امتیاز 25-17 از آن خود کردند. تیم ملی والیبال افغانستان در آخرین دیدار خود در این رقابت‌ها برای کسب عنوان 15می به مسافه چین تایپه می‌رود. اولین دوره مسابقات والیبال بانوان به منظور بلند بردن سطح آگاهی جوانان از خطرات ناشی از مواد مخدر از امروز آغاز شد. این مسابقات از سوی تربیت بدنی وزارت معارف با همکاری مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر میان 6 تیم دختران شهر کابل راه اندازی شده است. این 6 تیم برای 2 روز به یکدیگر به رقابت می‌پردازند. 138 بوکسور کابل مسابقاتشان را از امروز در این شهر آغاز کردند. این بوکسوران از 40 باشگاه کابل در مسابقات حضور دارند و به مدت 6 روز با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. به گفته مسئولین فدراسیون بوکس این مسابقات در 10 بخش وزنی راه اندازی شده است. با تشکر از همراهیتان. موفق باشید. شبتان خوش.